مرکز موترهای کرایه ارمغان است. فقط به خاطر خدمات خوبتر به عزیزای ما، چی موضوع محافل باشه، چی موضوع استفاده شخصی باشه، چی عزیزان ما که از خارج از کشور میه، ما میتونیم همراهشان همکار باشیم و خدمات برشان ارائه داریم. لکسوس‌های 600 است، لکسوس‌های 570 است، لند کروزرهای 24 است، دیگه در پولویش بنزا است، بنزای شاسی پایین است که مثلا سی 300 است، سی ال اس است، بین دبلیو است. در حساب به موضوع موتورهای شاسی پخش. استفاده شخصی بسیار موتورهای ما که استفاده میشه، لند کروزر است، فورنر است، مثلا کورولا است تا الی 2018 فعلا ما دیگه ما همیشه همکار هستیم همراه عزیزای ما که موتور ضرورت داشته باشن. شهر کابل که از دروازه بیرون نباشه دیگه قیمتایش هر چی که مثلا روز بیشتر باشه به قیمتایش تخفیف داریم. $8,000 $9,000 $7,000 نظر به موتر است که عزیزای ما انتخاب میکنه. ولی هر چی که مثلا روز بیشتر میشه یا یک هفته میشه یا 10 روز میشه یا 15 روز میشه در اینجا باز قیمت ها پایین. عزیزای ما که از طریق چینل یوتیوب شما مثلا ما رو تماشا میکنه از طریق شما میایم ما برای یک تخفیف خاص مثلا 20% داریم. محفل از یک برادر ماست، از یک برادر ماست که بیشتر از 25-30 اراده موتر شاسی بلند اونا بوک کردن. در استفاده فورنر داریم، دیگه پریمیو داریم مثلا 2017، سی ال اس داریم 2015، بی ام دبلیو داریم 2010، کورولا داریم 2018، فورنر از 2007 الی 2018 داریم، دیگه لند کروزر از 2010 الی 2019 داریم، لکسس از 2010 الی 2018 داریم، جی واگن همچنان. خب عزیزان بیننده باز هم شما رو خوش آمدید میگم. دیگه قسمی که در تصویر مشاهده میکنین آمدیم البته براتون بگویم در دفتر موترهای کرایی ارمغان براتون بگویم که مکان برای شما عزیزان بیننده هست و کسانی که محافل خوشی دارن بیاین از این فرصت استثنایی استفاده بکنین. و قسمی که رشاد جان براتون یادآور شد که 20% تخفیف برای شما بعد نظر گرفته چی داخل کشور هستین و چی خارج از کشور. دیگه صحبت‌های بیشتر همراه خود رشاد جان می داشته باشیم. خب رشاد جان ان شاء الله که برنامه تا اکنون خوب پیش رفته باشه. دیگه قسمی که به عزیزان بیننده گفتم آمدیم به دفتر، دیگه باز هم میخواهیم که درباره موترها قیمت‌هایشان البته کدام مدل‌های دیگر به همتون ما میتونین به دسترسشان قرار بدین. دیگه زبان خودتان میشنویم. سلام علیکم. از طریق شما یک سلام خاص به تمام بیننده های عزیز چی در داخل کشور هستند چی بیرون از کشور هستند یک سلام خاص برشان تقدیم میکنم. موضوع دفتر ما که مرکز موترهای کرایه ارمغان است فقط به خاطر خدمات خوبتر به عزیزای ما جور شده و ما میتونیم هر نوع خدمتی که به ارتباط موتر باشه ما همکار هستیم همراهشان، چی موضوع محافل باشه چی موضوع استفاده شخصی باشه چی عزیزان ما که از خارج از کشور میه ما میتونیم همراهشان همکار باشیم و خدمات برشان ارائه کنیم. با وجودی که ما موترهای مثلا جی کلاس جی واگن داریم، لکسوس‌های 600 است، لکسوس‌های 570 است، لند کروزرهای 24 است، دیگه در پولویش بنزا است، بنزای شاسی پایین است که مثلا سی 300 است، سی ال اس است، بین دبلیو است. در حساب به موضوع موتورهای شاسی پخش این موتورهای ما بسیار به محافل استفاده میشه و من به خاطر حساب موضوع شخصی از با ارتباط استفاده شخصی بسیار موتورهای ما که استفاده میشه، لند کروزر است، فورنر است، مثلا کورولا است تا الی 2018 فعلا ما در دسترس داریم میتونیم به عزیزای ما خدمات ارائه کنیم. و مصور جان مدیر دفتر ماست که
عزیزای ما کسایی که مشناسیش خوب کسایی که نمیشناسیش ما برشان معرفی میکنیم. مصور جان مدیر دفتر مرکز موتورهای کرایی ارمغان است. دیگه ما همیشه همکار هستیم امروی عزیزای ما که موتور ضرورت داشته باشن. سلامت باشید. دیگه یک سوال ما از پیش خود داشته باشم. همتون ما که مثلا یک موتور لند کروزر را به یک روز به طور کرا بگیرن تا داخل وطن براتون بگیم کابل، از اینش چقدر است؟ داخل شهر کابل که از دروازه بیرون نباشه دیگه قیمتایش هر چی که مثلا روز بیشتر باشه به قیمتایش تخفیف داریم و به ارتباط یک روز دو روز که هستم قیمتای مثلا 8000 9000 7000 نظر به موتور است که از ما انتخاب میکنه. ولی هر چی که مثلا روز بیشتر میشه یا یک هفته میشه یا 10 روز میشه یا 15 روز میشه در اینجا باز قیمتا پایان میآید دیگه. این قیمت های ماست و عزیزای ما که از طریق چینل یوتیوب شما مثلا ما رو تماشا میکنن از طریق شما میایم ما برای یک تخفیف خاص مثلا 20% داریم که میتونیم برشان یک تخفیف مد نظر گرفتیم. سلامت باشید شاه جان. از نوع موتورها برای ما بگوییم کدام نوع موتورها دیگه فعلا موجود هست و هموطنان ما که تقاضای بلند موتورها را دارن دیگه اونا رو شما میتونید برشان تهیه بکنین یا خیر؟ انشالله که تابال عزیزای ما از ما راضی بودن. خود شما میبینین، خود شما تشریف آوردین از نزدیک که یکی از روزای ماست که محفل از یک برادر ماست. از یک برادر ماست که بیشتر از 25-30 اراده موتور و شاسی بلند اونا بوک کردن. این به حساب محفل است. دیگه در پولوی از این گفتمتان که به خاطر استفاده فورنر داریم، دیگه پریمیو داریم مثلا 2017، CLS داریم 2015، BMW داریم 2010، کورولا داریم 2018، فورنر از 2007 الی 2018 داریم، دیگه لند کروزر از 2010 الی 2019 داریم، لکسس از 2010 الی 2018 داریم، جی واگن همچنان دیگه. ولی جی واگن باز یک موضوع خاص است در این موتورهای جی واگن که اینا به استفاده شخصی استفاده نمیشه. این فقط به خاطر محفل است. این فقط به خاطر محفل است و این ما به حساب زیر پای به کرا نمیتونیم داده. سلامت باشید شاه جان. یک سوال اخیر برات بگویم، بغیر از موتورهای کرایی کدام خدمات دیگه در اینجا در مغان موجود هست؟ در پالوی موتورا ما خدمات گلسازی داریم که به حساب خینه استفاده میکنن عزیزای ما، سبتا را به حساب تقجیمی استفاده میکنن عزیزای ما دیگه. در پالویش مثلا بعضی جایایی که محفل افتتاحیه باشه گلسازی میشه دیگه. این خدمات هم در پالویش داریم. البته چرا نه اگر عزیز ما که تا پیش ما بیایه انشالله که ما نمیخوایم که از پیش ما خفه بره. هر رقم که باشه انشالله نازبردارشان هستیم دیگه. مصور جان ما با این خاطر نمیجه شاندیم چرا که یک جوان بسیار خوش طبیعت است دیگه. از اون امور رویه خوب و خوشش است که ما امروز به اینجا رسیدیم دیگه. ما همکار هستیم. سلامت باشید شاه جان. تشکر بسیار زیاد دیگه. کسانی که بیننده هستن قسمی که گفتین 20% برشان تخفیف مد نظر گرفتی. ما هم کوشش میکنیم در هر برنامه ما باشه، چه طلا فروشی باشه چه لباس فروشی باشه، میریم پیش هموطن ما برشان میگیم. بعضی از هموطنان وضعیت اقتصادیشان خراب است دیگه. خدایا رو جانشان جایی که مثلا زرگر بوده برشان در هر گرام براتون بگویم $3 تخفیف داد مد نظر گرفتن برشان. و لباس براتون بگویم در لباس هم خیلی با یک نرخ پایینی میتونن که هموطنان ما به دست بیارن. ولی خوشبختانه امروز هم برنامه ما را با 20% تخفیف از موتورهای کرایی ارمغان، مرکز موتورهای کرایی ارمغان 20% تخفیف هموطنان ما مد نظر گرفتیم که از این تخفیف بخیر بیاین استفاده بکنن. و یک باید نگفته نباید گذاشت رشا جان، کسانی که از این تخفیف استفاده میکنن باید یک اسکرین شات برنامه ما را داشته باشن که بیان مراجعه بکنن. بدون اسکرین شات مدار اعتبار نیست. 100% باید یک برنامه اینا سابسکرایب شده باشه، لایک شده باشه دیگه. در پولوی از ما باز میتونیم 20% برشان تخفیف مد نظر بگیریم. زنده و سلامت باشی رشا جان. قربانت. تشکر از اینکه بر ما وقت گذاشتی و برنامه ما را اسپانسر کردی. زنده و سلامت باشی. ان شاء الله که در کار بارتان رونق بیشتر باشه، همیشه خوش باشین، خوش و خندان باشین. ما دعا میکنیم که بخیر روز برسه که امروز مثلا برنامه داشتیم از 30 موتور و روز برسه بخیر که 200 و 300 و 400 شو ان شاء الله الرحمن.
بخیر سلامت باشین. قربان شما. تشکر بسیار زیاد از شما که شما وقتتان را بر ما در نظر گرفتین. دیگه سپاسگزار هستیم از تمام عزیزای ما که ما را بیننده است از طریق چینل یوتیوب شما. دیگه بازم سلامت باشین هر کجایی که هستین. خوش و خورم باشین شاه جان. تشکر بسیار زیاد دیگه. به اوقاتت خوش دیگه. مصور جان خودت هم در قدم آخر من خودم اتونم موقع با چهره خودت آشنا شدم. در قدم آخر اگر کدام پیام و سخن داشته باشی کدام حرف دل داشته باشی با متنان ما کسانی که محفل دارن دیگه همراه ما در خدمت خودت است. قربانتان بخیر. سلام عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز، کسایی که چنل یوتیوب شما ما را تماشا میکنن. هر نوع موتر که شما خواست داشته باشین، چی محفل باشه چی چکر باشه، هر نوع موتر که شما ضرورت داشته باشید ما در خدمت شما هستیم و شما میتونید که از طریق از این ویدیو با مرکز موتر کروی ارمغان بیاین و 20% تخفیف به دست بیارین. بازم خوش و آرام باشین. تشکر بسیار زیاد. تشکر. در قدم آخر براتون بگم شما کدام پیام اگر داشته باشین اگر نداشته باشین بریم سمت امو بخش خینه. البته که شما گفتین همتون به معرفی بگیریم باز سمت آخر برنامه بریم. قربان شما. زم فقط از زایم میخوایم شاد و خورم باشن هر کجایی که هستن، صحت سلامت باشن. دیگه آرزوی سلامتی میکنم به کلشان. سلامت باشه رسول جان. قربانتان عزیزان بیننده شما چند تصویر بیننده